شما باز چی نیت دارید پدر؟ دخترم؟ پدر شما باز چی رنگ ها کرده ایستاده اید؟ ببینید چرا به قادر و مرد پیامک روان کردید؟ من نه در بیمارخانه بلکه در یک خانه دو حجرگی تولد کردم. بعد از اون که مادرم مرا از خانه راندن اونقدر ناچار بودم، هیچ کس نداشتم. اون وقت فاضل هم در محبس بود. به نزدم تنها دایه محله اپای قدریه آمده بود. هیچ پروایی نداشتم، از هیچ چیز نمی ترسیدم، نه از خانه راندن مادرم، نه از تنهایی و نه از مردن. تنها فکر یک چیز رو داشتم، به فرزندانم یگون چیز نشود. تنها برای همین دعا کردم. بعد از تولد دایه آنها رو به آغوشم داد. تمامی از سر گذراندم، تمامی تلخی ها همش یک بار فراموش شد. دو کودکی خورد، چشمانشان رو گشوده نتوانستم. فریاد و فغان میکنند، به من محتاجند، به من احتیاج دارند. همان وقت درک کردم که من بعد برای آنها زندگی میکنم. آنها خرسند باشند من هم خرسندم، آنها خنده کنند من هم میخندم. من باوری دارم که تو همچنین احساس را داشتی. من اینقدر خوشبخت نبودم. فرزندم رو همانو با آغوشم ندادند. در وقتی تولد قریب بود که مرد رو از دست می دادم. وقتی که به خود آمدم در نزدم نبود. فرزندم کجاست بیارید گفتم. آورده نمی توانیم گفتند. در همان حالت از جایم جای دخستم. برای دیدن او، برای با دست گرفتن او دویدم. تنها از پشت تریزه دیدم. در حجره احیا بود. چند روزها برای به آغوش گرفتن و بویش رو حس کردن انتظار شدم. بعد چند روز او رو به آغوشم دادند. انا همان روز به وی وعده دادم. با گوشش خم شدم. گفتم که من بعد همیشه در برات است. چیزی که شود یا نه مادرت دائما در برات می ایستد. در اوصای وزنین با تو می شود. اما حالا بین با وعده هم وفا نکردم. کی میداند که حالا او در کجاست و در چه احوال است. ملک رو پیدا میکنیم. کمال او رو خلاص میکند. پسرت نجات مییابد. آنها را از کجا میشناسید؟ دخترم من مفلس شدم. چیزی که دارا بودم به واسطه اینها از دست دادم. قریب که حیاتم را. دروغ میگویید. شما هم با آنها همکاری میکنید. تو آن آدمان را نمیشناسی ایجی. این آدمان خطرناکن. من برای حمایه تو کردم، به من باور کن. آیا حیات قادر و مرد اهمیتی ندارد؟ من باشم باز با شما گپ میزنم. ایجی دخترم، من پدرت هستم. بله، افسوس که پدرم هستید. اما با همه که کمال همش رو نقل میکنم. شما باشید با او صحبت کنید. مایلش زنگ زده بگو که همش عیبی پدرم است. در وقتش هم مرا هم مادرم رو ترک کرده رفت. گو خداوند جزایش رو دهد. بگو. الو، اما که کمال یگان خبری نو هست. تنها قادر را آزاد کردن. یگان خبری نو شد به من هم البته رسونید. تا باز دید قادر را آزاد کردند، لیکن مرد تا حال در دستشون. به شما 2 ساعت مهلت میدهم. یا مرد را چخیلی که به آنها دادید برمیگردانید، یا اینکه من همش را به امکی کمال نقل میکنم. دانستمانید من شوخی نمیکنم.
کلنگ را من میکشم. من، لیکن این قرار را پدرت داده است. برای همین از من خفه نشو. پدرم به تو هر چی خواهی میدهد. چیزی که خواهی همش رو میدهد. هر کس سخنی آخرینش را میگوید. هر کس انتخابش را کرد. تا همینجا بوده است. پدر آقای عزیز، باید در حال مرد رو سر دهید. زود باشید. نقشه هایمان دیگر شد. فقط ما یک شو میشویم. بابای هیچ کار نکردید ها؟ بعدی گفت و شنیدی آخرین ما چی بس شد؟ آقای عزیز، دخترم از همش خبردار شده است. با کمال همه را میگویم گفتم را تعدید کرده ایستاده است. اگر با کمال بیاد سوزن از همش با خبر میشود. آن وقت هیچ چیز گرفته نمیتوانیم. مرد را در حال رها کنید. ناقص العقل، حریفی بیفهم. ترسیدی؟ نترس. حالا عاجلیت مرگی تو نبوده است. بیا برخیز کمتر راه کردی. من با اتوبوسی مکتبی میروم. با تو رفتن نمیخواهم. گپی پدرم رو شنیدی؟ یک روی نکن، همراه میروی. خانم اسرت، سوار شوید، زود میرویم. چیچک سوار شو. چیچک بیا دخترم بیا. بیبی جان چی شد؟ چرا اومدید؟ یک مدت با پدرت زندگی میکنیم دخترم. چرا؟ همین طور لازم شد. با کم یگان چیز شد؟ با هیچ کس هیچ چیز نشده است دخترم. برای نشدنش تلاش داریم. برای همین این خیل عمل کرده ایستادم. با خانه که رفتیم میفهمونم. یک روی نکن. رفتیم ریزا. جیانم کمتر بخند آخر. از مردن خلاص شدی، اما این چی سیما و انداب است. میدونی تو را در درون آب دیده گمان کردن که گویا من غرق شده ایستادم. من برگشتم، من نجات یافتم، اما چی؟ اگر اسیر میماندی خوبتر میشد. در چنین حالتان نازک فکری نفع ندارد. من به گوشی خر از آن میخوانم. قادر خلاص شدی؟ وای من تو رو در حوض دیده سخت ترسیدم و فکر کردم که دیگر تو رو دیده نمیتوانم. از چیزی خاطر نشو، خوبم. خدا نگهبانتون بود جناب قادر. تشکر پیامینه. پسرم مرد در کجاست؟ کمی پس اینجا میشده پیامینه. تو در اینجا اما او نیست. شما هر دو یک جای در حوض بودید یا اینکه با او یگان گپ شد؟ یگان چی روی داد؟ پیامینه هیچ چیز نمیشود، میبینید. کمی پس در همینجا میشود. آمینه خانم، یگان